سلام بچه، امروز اومدیم با یک ویدیو جذاب دیگه. امروز اومدیم که یک چراغ قوه را بهتون نشون بدم. چراغ قوه سامولسان USB بعدش یه چیزایی چرت و پرتی نوشته. جوش به این صورت هستش. اینم روشه، اینطوری باز میکنیم. خب ببینیم چی توشه داره. یه چراغ قوه، یه دونه هم کابل واسه شارژش. خب که کابل از اینجا وارد میشه و باید یه سری داشته باشید تا اینو وصل کنیم به این، بعد بزنید تو شارژ. با این دکمه روشن میشه. یه دونه این حالتشو داره، نگاه بکنی. فرشامون هم جمع کردیم، شاید فرش جدید بخریم. یه حالتش اینطوریه، یه حالتش اینطوری چشمک زنه، یه حالتش اینطوری از این گوشش در مونده، یه لحظه از اینجاش نور میده که بسیار واسه خوبه. این روزایی که برق میره من خودم با همه کارم انجام میدم. اون بچه این تبلیغ نیست، فقط میگم خیلی خوب هستش. دو حالت داره، یه دونه اینطوری گرده، یه دونه اینطوری این سرشو میکشی اینطوری میشه. ببینی خیلی هم باحال، نورش اونجا افتاده. یکی از بهترین چراغ قوه ها از نظر من هستش. خب این از خود چراغ قوه با این دکمه های روشن خاموش میشه. الان مثلا باسه که بتونیم بفهمیم چی طور شارژ میشه، اینو به این صورت وارد میکنیم. یه لحظه. خب اینو به این صورت که وارد کردیم، بعد وارد اینجا میکنیم و اینطوری حالا میذاریم تو برق تا به شما نشون بدم. بچه ها خیلی خوب بود. برق نداریم، یعنی ببین برق ما نداریم. موتور برق داریم ولی باز همسایه است، فقط باز ما آب میاد. نکنین یکی از بهترین چراغ قوه ها هستش که من تا بار دیدم. اینم از پدموسی که تو چیز دیدی نشونتون دادم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم خیلی زیاد. بای بای.